بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه معرفی اسماء الله الحسنی در جلسه امروز میپردازیم به نام الحی و القیوم. الحی القیوم دو تا از نامه های الله متعال هستند. این دو تا نام هم در قرآن ذکر شدند و هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله لا اله الا هو الحی القیوم در آیت الکرسی. الله آن ذاتی هست که غیر از او معبودی دیگر وجود ندارد. الحی القیوم که حی هست و قیوم هست. در اول سوره آل عمران الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله متعال حی و قیوم هست. و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ذکر شده که خدمت شما عرض خواهم کرد. و در قرآن کریم حی و نام الحی الله متعال فقط با القیوم یک جا ذکر شده. یعنی اقترانی که دارند دو تا نام که یک جا اومده، نام الحی در قرآن کریم فقط با نام القیوم یک جا ذکر شده. الله لا اله الا هو الحی القیوم که الله متعال حی و قیوم هست. این به خاطر تناسبی هست که و تلازمی که در معنی با هم دیگر دارند. حی و قیوم، اول نام الحی که دلالت بر صفت حیات می کند. یکی از نامه های پروردگار الحی هست و این نام دلالت بر صفت حیات می کند برای الله متعال. الله متعال این صفت جزء صفات ذات الله متعال هست و حیات همان گونه که ما میدانیم ضد موت هست. حیات یعنی زندگی، حی یعنی زنده، ممات یا موت به معنی مرگ، میت به معنی مرده هست. الله متعال حی هست یعنی این که حیات دارد. یکی از صفات ذاتی الله متعال هست. و وقتی که ما میگیم الحی یعنی این که الله متعال همان گونه که بقیه صفاتش صفات کمال هستند، صفات جلال و جمال هستند، تمام اسماء الله متعال اسماء الحسنا هستند، یعنی بهترین و کاملترین نامه ها هستند، در معنی هم بهترین و کاملترین هستند. وقتی که ما میگوییم که الرحمن یعنی صفت رحمت را الله متعال کاملتر و بیشتر از همه دارد.
وقتی که ما میگوییم که الحی یعنی صفت حیات را الله متعال کاملتر و بیشتر از همه دارد. یعنی صفت حیات الله متعال حیات کامل هست، بدایت و نهایتی ندارد، آغاز و انتهایی ندارد، مانند حیات ما که قبلا عدم بوده، دوباره به دنیا اومدیم، دوباره از دنیا میرویم میمیریم. حیات الله متعال حیات بلا ابتدا و بلا انتها هست، کامل هست، بگونه‌ای که هیچ گونه نقص و عیبی در حیات الله متعال وجود ندارد. نه مرگی سراغ الله متعال می آید و نه ضعفی در حیات الله متعال می آید. ما احیانا زنده هستیم اما به خواب می رویم، چرت می زنیم، اما الله متعال از آن جایی که حیاتش حیات کاملی هست نیازی به خواب ندارد و اساساً خواب نمی رود. چرا؟ چون که حیات الله متعال یک گونه حیات کاملی هست. این صفت الحی و القیوم در قرآن کریم در 3 جا با همدیگر ذکر شدند به خاطر تلازمی که با همدیگر دارند. الله متعال حی هست و قیوم هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. در سوره آل عمران هم آغازش الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. و در سوره فرقان بازم میخونیم که و در سوره طه هست الله متعال میفرماد وعنت الوجوه للحی القیوم. این صفات را الله متعال در قرآن کریم در کنار هم ذکر کرده. یعنی این که حیات الله متعال و قیومیت الله متعال کامل هست، هیچ گونه نقصی در آن به وجود نمی آید و هرگز این از بین نمی رود. و الله متعال گذشته از این که حیاتش حیات کاملی هست، نقص و عیبی در آن وجود ندارد، بلکه بخشنده حیات هست، سرچشمه حیات و زندگی الله متعال هست. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. در سوره بقره چگونه به الله متعال کفر می‌ورزید در صورتی که شما معدوم بودید، وجودی نداشتید، میت بودید، بینام و نشان بودید، فاحیاکم، الله متعال شما را زنده کرد. پس بنابراین الله حی هست و قیوم هست و حیات الله متعال کامل و بی نقص هست و سرچشمه تمام زندگان که حیات و زندگانی دارند از جانب الله متعال هست. در روایتی رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که ان الله لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. الله متعال نمی خوابد و شایسته هم نیست که بخوابد. یعنی این که خواب یک نوع نقص هست، یک نوع کمبود هست، اشکال و ایرادی هست و الله متعال از هر گونه عیبی پاک و منزه است. پس بنابراین حیات الله متعال به گونه‌ای کامل هست که نه ضعفی در آن به وجود میاد، نه الله متعال میخوابد که حیاتش متأثر بشود، کم بشود، ضعیف بشود، و نه حیات الله متعال مانند حیات ما ابتدا و انتهایی دارد. الله متعال همیشه حی بوده و برای همیشه هم حی هست. و آن ذاتی که حیاتش حیات کاملی هست، حیات ازلی و ابدی هست، چون این ذاتی سزاوار بندگی هست که ما او را بندگی بکنیم. چون این ذاتی سزاوار این هست که پشتیبان ما باشد، ما به اون اعتماد بکنیم، توکل بکنیم،
او را پشتوانه خودمون قرار بدهیم. بدین خاطر است که الله متعال میفرماید و توکل علی الحی الذی لا یموت. اگر میخوای توکل بکنی، اعتماد بکنی، خودت را بسپار و توکل بکن بر حی، زنده ای که نمی میرد، نه می میرد و نه حیاتش ضعیف می شود. حیاتش همیشه حیات کاملی هست. در سوره غافر الله متعال می فرماید که هو الحی لا اله الا هو. الله حی هست، حیاتش کامل هست، غیر از الله معبودی نیست. فادعوه مخلصین له الدین. فقط الله را صدا بزنید. کسانی دیگر که شما صدا میزنید غیر از الله حی نیستند، حیات ندارند. اگر حی هم باشند، حیات داشته باشند، حیاتشون کامل نیست، نقص دارند. و همان گونه که حیات زندگان و انسانها و موجودات دیگر ناقص هست، برخلاف حیات الله متعال دیگر صفاتشون هم ناقص هست. سمعشون ناقص هست، بصرشون ناقص هست. کسانی که غیر از الله ولو این که حیات داشته باشند، گذشته از این که حیاتشون حیات ناقصی هست، به طبع آن دیگر صفاتشون هم ناقص هست. یعنی شنواییشون ناقص هست، نمیشنوند صدای شما را. بیناییشون ناقص هست، نمیبینند حال و وضعیت شما را. پس بنابراین اگر صدا میزنید فقط اللهی را که همیشه زنده هست و حیاتش کامل هست، او را صدا بزنید. آن ذاتی که همیشه زنده هست و صفاتش کامل هست، همیشه و در هر حال شما را میبیند و صدایتان را میشنود و کامل و بی‌نقص هست. پس بنابراین تنها باید او را عبادت بکنید. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا. کسانی که شما غیر از الله عبادت میکنید هیچ چیزی را نیافریدند و نمیآفرینند. هرچند که معبود شما پیغمبری باشد، فرشته‌ای باشد، یکی از اولیای الله متعال باشد، شامل این آیه هست. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا. هیچ چیزی را نیافریدند و نمی آفرینند. سوره نحل. اموات غیر احیاء. مرده اند، زنده نیستند. پیر و پیغمبری که شما میخوانید، امام و امامزاده‌ای که شما میخوانید، اموات غیر احیاء، مرده اند، زنده نیستند. و ما یشعرون ایان یبعثون. و به اندازه ناقص هستند که علم ندارند، حتی نمیدانند که قیامت کی هست، نمیدانند که کی دوباره زنده میشوند. پس کسی که مرده هست، زنده نیست و حتی از وضعیت خودش هم خبر ندارد که کی برانگیخته میشود، ارزش عبادت را ندارد. آن کسی را عبادت بکنید که حی هست. هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین. آن که زنده هست او را صدا بزنید. و توکل علی الحی الذی لا یموت. زنده ای که نمی میرد و زندگانی و حیاتش کامل هست، او را صدا بزنید. بدین خاطر هست که در دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما میبینیم که الله متعال به این نام توسل میجویند. در روایت صحیح بخاری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که اللهم انی اعوذ بعزتک. پروردگارا من به عزت تو پناهنده میشوم. لا اله الا انت. غیر از تو معبودی نیست. من به تو پناهنده میشوم که انت تضلنی، مبادا مرا گمراه بکنی. انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموت. زنده ای که نمی میرد تنها تو هستی. پس بنابراین من به تو پناه میبرم. و جنها و انسانها همه میمیرند
و در زمانی هم که حیات دارند حیاتشون ناقص هست، نمیشنوند حرف مرا، نمیبینند حال مرا و نمیتوانند که به من کمکی برسانند. اما تو که زنده و جاوید هستی، نمیمیری، حیاتت کامل هست، قدرتت کامل هست، علمت کامل هست، من به تو پناهنده میشم. نام دیگر القیوم هست و این دلالت بر قیام می کند، یعنی قائم به نفسهی هست، قائم به ذات خودش هست. ما اگر زنده هستیم چون که الله ما را زنده کرده، ما اگر سراپا هستیم به خاطر این که الله به ما صحت و سلامتی داده. الله متعال حی و قیوم هست با ذات خودش، صفت ذاتی الله متعال هست. الله متعال در وجود خودش، در قیام خودش، قائم بودن خودش نیازی به کسی دیگر ندارد و برای همیشه با صفت قیومیت خودش الله متعال وجود دارد. هم قائم به ذاتی هست و هم دیگران قائم به الله متعال هستند. بقایی که دیگران دارند، قیامی که دیگران دارند، حیات و وجودی که دیگران دارند، همه از حیات و وجود الله متعال هست. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که اللهم لك الحمد، پروردگارا حمد و ثنا سزاوار تو هست. انت قیوم السماوات والارض، تو نگهدارنده آسمان و زمین هستی، تو به وجود آورنده آسمان و زمین هستی و من فیهن، و هر کسی که در آسمان و زمین هست، همه در حیاتشون، در وجودشون، در قیامشون، در اظهار وجودشون نیازمند تو هستند، اما تو نیازمند کسی دیگر نیستید. قیام الله، وجود الله و بقای الله یک صفت ذاتی الله متعال هست. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمانها و زمین رو الله نگه داشته، در قیامشون نیازمند الله هستند. ولئن زالتا، و اگر زایل بشوند، این امسکهما من احد من بعد، کسی غیر از الله نمیتواند که آسمان و زمین را نگه دارد. این صفت حی و قیوم در برخی از روایات اومده که جزو اسماء و اسم اعظم الله متعال هستند، الحی و القیوم. یک فردی در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم همین دعا را کرد که اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. وقتی که این دعا را کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این شخص الله را با اسم اعظمش صدا زده. برخی از علما معتقد هستند که این الحی و القیوم اسم اعظم الله متعال هست، چون که در این حدیث آمده. اما قبلا عرض کردم که جمهور علما نظرشون بر این هست که اسم اعظم الله متعال همان لفظ جلاله الله هست. و در قرآن کریم الله متعال این صفت را که الحی و القیوم هست، این دوتا را به همدیگر گره زده تا این که ما انسانها مطمئن باشیم که الله متعال همیشه زنده بوده و همیشه قائم به نفسهی بوده و برای همیشه زنده هست. در ازل و برای ابد و برای همیشه الله متعال زنده بوده و زنده هست. پس بنابراین ما به عنوان مسلمان و بندگان الله متعال وظیفه داریم که بر الله توکل بکنیم، اللهی که حی و قیوم هست.
و رسول الله صلی الله علیه و سلم اونگونه که حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان میکند، هرگاه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آشفته می شدند، از یک چیزی بیمناک می شدند، این دعا را می کردند که یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ای اللهی که حی و قیوم هستی، من به رحمت تو پناهنده می شوم. این یک آموزشی هست به ما که ما هم باید هر وقتی که از کسی ترسیدیم، دچار آشوبی شدیم، دچار مصیبتی شدیم، دچار ترس و وحشتی شدیم، همین جمله رو تکرار بکنیم که یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. و در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که هر کسی که این دعا را بخواند، این استغفار یکی از صیغه های استغفار و یکی از جملات استغفار، جمله هست که در آن این اسم وجود دارد، الحی القیوم. می‌فرماید هر کسی که بگوید استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه غفر له، الله متعال گناهانش را میبخشد و این کان فر من الزحف، گرچه گناه کبیری رو انجام داده باشه، به اندازه فرار کردن از جنگ، از میدان جهاد باشد گناهش، باز هم الله متعال او را میبخشد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. چه زیبا هست. طلب مغفرت میکنم، عذر میخواهم از اللهی که غیر از او معبودی نیست و حی و قیوم هست و من توبه میکنم، رجوع میکنم به طرف چنین پروردگاری. امیدوار هستم که الله متعال به ما توفیق بدهد که در هر حال توکل ما، امید و نگاه ما به رحمت الله متعال باشد. حی و قیومی که برای همیشه زنده و جاویدان هست، ماندگار هست و تمام صفاتش صفات کمال هستند و هیچ گونه نقص و عیبی در اون نیست. الله متعال ما را انشاءالله توفیق بدهد که در هر لحظه عبادتگزار چنین ذات با کمالی باشیم و در هر لحظه توکل ما و اعتماد ما بر ذات گرامی الله حی و قیوم باشد. تا برنامه دیگر و نامی دیگر از نامه‌های پروردگار، شما رو به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. بصدق ربا وعرفت بحق معناه، كم مر العمر ولا